تو گفتی اگه با این چکش به این چوب غذاخوری بزنم سیب زمینی میافته. حتما میافته. آره. چرا رفت بالا؟ دلیل چیه؟ بیشتر تحرک داشته باشیم. دیوار جارو. اهمیت بدیم. شماها این سیب زمینی همیشه دم دست باید باشین تا پیشرفت کنین، فهمیدین؟ فهمیدم. یعنی تو هم چکشی. ببخشید غلط کردم. ببخشید. وایسا.